برای مسلمانی که نتواند بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگوید، یگان حقوقی نداشته باشد که از خب پسر خودش سوره فاتحه نشان بدهد، آیا با همین آر، با همین ناموس زیستن آیا مسلمانی هست؟ پس چرا سکوت میکنه در این باره؟ و چند خانه دیگر را حال سکوت با سکوتتون ویران کردنی هستید، چندین فرزندهای دیگر را به پدر کردنی هستید. از این خوف ندارید؟ شما خود را وارث پیغمبر میگیرید، در منبر میبروید، در معرکه‌های مردم میروید. به علمای اسلام میگویم ما وارثای پیغمبر هستیم. پس سکوت کردن در برابر ظالم، این در واقع کمک کردن به ظلم است. و این نماز و روزه در منبر پیغمبر برآمدن، اینها برای من خود یک داملا دیگر وسیله رهایی از غضب خداوند نیستند. اینها یک وظیفه هستند که ما در برابر بندگی به خدا میکنیمش. برای ما انصاف در کار است، عدل در کار است، قسط در کار است، خب راست گفتن در کار است، دوری از ظلم و از جبر و از اینها است. ما ببینیم که یک انسان در ظلم است، اون را دستش گرفتن، اینها هستن اون چیزی که ما و شما را از غضب خداوند، از قهر خداوند، از آتش دوزخ رهایی میبخشند. پس چرا سکوت میکنه در این باره؟ ما چند خانه دیگر را حال سکوت با سکوتتون ویران کردنی هستید، چندین فرزندهای دیگر را به پدر کردنی هستید با این حکم‌های طولانی که یک طاغوت یا یک فرعون یا یک رژیم این را میبرد. تا که این را سکوت میکنه، این خانه ویرانی ها را به سر مسلمان ها، به سر خانواده های مسلمان میاره. چندین نبیره ها را یتیم کردن، چندین فرزند ها را یتیم کردن با این سکوتتان. ما نمیگویم که شما در برابر اونها دیگر کار کما گرفته بیستید، نه، قول حق را رسوندن در کار است، گفتن در کار است. حالا قبل از این داملا زبیدالله خداوند رهایش بخشد استاد گفت که بستن حزب نهضت اسلامی در واقع بستن مسجد است. این رو شما خودتون مشاهده کردید تا این روزه. خودی برادران اما امام خطیب من یک بار هشدار میتونم که بستن حزب نهضت بستن مساجد است. اینا انتظار باشن وقتی حزب نهضت بسته میشد، انتظار باشن که مساجد یک تا آهسته آهسته پای هم بسته میشن. ما هم یک شهروندی مسلمان هستیم، بیشتر از 90% مردم ما مسلمان هستند. همون چیزی که در قانون گفته شده است برای دینداری که حق هر یک شهروند است، همون را ما میخوایم. از این بیشتر دیگر زاید برای ما در کار نیست. یک اون چیزی نمونه که همون پایمال بشود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که اکثریتی اهل دوزخ علما هستند. مضمون حدیث همین گونه است، یعنی دانشمندان اسلامی هستند که اونها فردای قیامت لجام از آتش دوزخ در دهان اونها کرده می شود. از این غفلت دارید شما؟ از این خوف ندارید شما؟ خود را وارث پیغمبر میگیرید، در منبر میبروید، در معرکه‌های مردم میروید، از مادیات مردم، از دارایی مردم استفاده میبرید، اما در برابر حقوق اونها که باید از اونها دفاع کنید سکوت میکنید. این بسیار وزنین است. این رو در یاد داشته باشید.